اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. سعدی در جواب گفته است: به خال ترک دختر که به نیم جو نمی ارزد، چرا حافظ تو بخشیدی سمرقند و بخارا را. به حالت زار می گریم سمرقند مادر زارم، که ترکان شهد گل چیدند تاجیک خاور صحرا را. صاحب در جواب گفته است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. هر آن کس که چیز می بخشد زمال خویش می بخشد، نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. شهریار در پاسخ چنین گفته است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هر آن کس که چیز می بخشد به سان مرد می بخشد، نه چون صاحب که می بخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را. خانم دریایی در جواب گفته است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، خوشا بر حال خوشبختش که به دست آورد دنیا را. نه جان و روح می بخشم نه املاق بخارا را، مگر بنگاه املاقم چی معنا دارد این کارا. که با جراحی صورت عمل کردن خالها را، نه حافظ داد املاق نه صاحب دست و پا را. کامران سعادتمند گفته است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، نه او را دست و پا بخشم نه شهر چون بخارا را. همان دل بردش کافی که مرا بیدل کرده، نمی خواهم چو طوطی من بگویم این غزلها را. غزل از حافظ و صاحب و یا دریای بیذوق، و یا آن شهریار ترک که بخشد روح اجزا را. میان دلدار و دلبر نباشد حرف بخشیدن، اگر دل داده می باشد می گوید این سخنها را. عارف تهرانی چنین گفته است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، شعار و حرف پر کرده تمام ادعاها را. یکی بخشیدم چون حافظ سمرقند و بخارا را، یکی چون صاحب تبریز سر و دست و تن و پا را. از این سو شهریار داده تمام روح اجزا را، از آن سو خانم دریایی گرفته خال ماها را. سعادتمندی شاعر نیز فقط گفت و نداد هرگز، نه ملک و نه بخارای، نه روح و نه تن و پا را. ولی من می شناسم کس که او نه گفت و نه دم زد، بدون حرف عمل کرده تمام ادعاها را. کسی که تمام خانمانش را رها از بحر جانان کرد،
بدون مینتی بخشید سر و دست و تن و پا را و او آهسته و آرام برای عشق محبوبش فدا کرد با گمنامی تمام روح اجزا را. اگر خواهی بدانی کیست وجودت از سجودت اوست، تمام خودش را داده با ما بخشی دنیا را. نگفتش ترک شیرازی، نگفتش خالی هندی و او نامش حسین است. او عمل کرد ادعاها را. پیرمشاه نباتوف گفته است اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، بده حافظ شیرازت چرا دادی بخارا را. چه حق داری بد بخشیدن سرا و ملک دارا را، عجایب همت داری زی شوهد داد دنیا را. برو دنبال کارت بمان کار حکما را، جفا کردی به این ملت شکستی سنگ خارا را. ایا حافظ تو را گویم چرا دادی زمین ها را، همین از کار رخبازان جفا کردی دیگرها را. کرام‌الدین چنین گفته است به حال ترک دختر که ربرده دل تو را، تو بخشیدی ای حافظ سمرقند و بخارا را. زی بعد مرگ تو بشود هر یک مگس شاعر، همه از پس گویند حافظ چرا تو دادی اینها را. ولی اینها چی دانند بغیر از سخن گفتن، نفهمند ذره اینها غم دل داده ها را. منم آگه ز درد عشق، منم آگه ز درد تو، بده حافظ چه میخواهی تمام این دنیا را.